یا گناباد و اونجا روستای کلات گناباده و اون پایین دست خود شهر گناباده، کلش 15-20 کیلومتر فاصله داره. و این یه چاه خیلی ساده است وسط بیابون، هیچ نکته خاصی نداره، ولی این عمیق ترین چاهیه که بشر با دست کنده در طول تاریخ. این چاه 255 متر عمق داره. البته مادرچاه قنات قصبه عمقش بیشتره، بالای 300 متر، ولی اون توی سیلاب ها گم شده و این آخرین چاهیه که موجوده. با فرض نبود مادرچاه و همین چاه ما مادرچاه حساب کنیم 255 متر این چاه عمق داره. چاه بعدی 250 متر داره، چاه بعدی 245 متر داره، چاه بعدی 240 متر داره و اینا یک سلسله چاه هستن که عمقاشون همه بالاست و ارتفاع هر کدوم از یک ساختمان 80 طبقه بیشتره. یعنی شما حجم خاک برداری رو اون موقع تصور کنید بدون تکنولوژی، با دست، بدون هیچ گونه امکاناتی. و اینجا اوج هنر و معماری مهندسی ایرانی.